همون کسایی که میرن تاجیکستان بیادرگل مثلا نه از تاجیکستان فرمول سیاسی بر افغانستان میرن به خاطر ایجاد زبان فارسی. در اون مملکت الفبای زبان فارسی هنوز اجازه نیست. فکر کنین الفبای زبان فارسی به خاطر از این اونجا اجازه نیست، به خاطر از اینکه بیادرگل الفبا عربی است و عربی به خاطر از این اجازه نیست. وقتی که تو عربی رو بفهمی، الفبای عربی رو بفهمی، قرآن خوانده میتونی، کتابای قدیمی بیادر شعرهای فارسی را خوانده میتونی. از خاطر تو بیادر بسیار امکان داره که تو مسلمان شوی از خاطر به ضد روسیه شوی، از خاطر به ضد مملکت شوی. کسایی که هنوز بیادرگل الفبای فارسی را اجازه داده نمیتونه بیادرگل در کشور خود آمده فرمول برای کشور ما که بیادرگل خودت تکه تکه کده در خاکستر ششته به خاطر آزادی خود، به خاطر چیزی که فکر میکنه اونمو چیز باید شوه. برای ما فرمول آزادی و سیستم کنترل میدی که 40,000 اسکر در سرحداتت بیادرگل 4 تا بیادرگل بیادبی ماف فلان بستانت اینجا مردم در افغانستان میرقصاند.